جانم مادر جان، چه کمکی از من برمیاد؟ اومدم پسرم آزاد کنی ببرمش. پسر شما پرونده قطور داره، به این راحتی ها آزاد نمیشه. خب پروندهشو ببندین ببرمش. واخه نمیشه که، پروندهش خیلی سنگینه مادر جان. چجوری پرونده؟ منم هستم این برش، منم میگم اون برش شما ببندینش ببرمش دیگه. شما اصلا میدونین چند نفر از پسر شما شکایت کردن؟ شکایت کردن کی کردن؟ خاک به سرشون. همیشه شکایت میکردن بچگی، میومدن خونه شکایت میکردن بچه. خب شما چی میگفتین به این کسی که شکایت میکردن؟ ما چیزی بهشون نمیگفتیم، مثلا باشون حرف نمیزدیم، فوشیشون میدادیم، در میبستیم، یه موقعی هم آب جوش میریختیم روشون با سنگ میزدیمشون. آخرش هم بابای بچه ها 2 تا شاکی رو در زیر گرفت، آب از آسیاب افتاد. این طرز برخورد با آدم شاکیه مادر جان؟ بله همین طرز برخوردشه. گفتن دیوونن به ما دیگه، دم در خونمونم نیومد. خانم شما میدونستین پسرتون مواد مخدر استعمال میکرده؟ استعمال نمیکرد، میکشید. و شما هیچی بهش نمیگفتین؟ چرا میگفتم برو زیر هود بکش که هوا رو آلوده نکنی. مادر جان پسر شما چند فقره دزدی داره. این شوخی بچگیش بودم، بچگی شوخی میکرد، یواشکی وسایل مردم رو برمیداشت. این همه دزدی شوخی بوده؟ حالا دیگه شوخی بوده. اگه میفهمیدن که میومدن وسایلشون میگرفتن، اگه هم نمیفهمیدن دندشون نرم خواستن حواسشون باشه. و شما چه کار میکردین؟ میرشستم به شوخی پسرم میخندیدم. خانم پسر شما چند مورد ضرب و جرح هم داره. بچه‌ن خب زد و خورد میکنن. خانم زد و خورد نه، چند نفر رو زده لت و پار کرده تو این دعواها. خب چاقوه میبره. میبره؟ بله شما به این چاقوها رسیدگی نمیکنین میبرن؟ خب بعد بریده زده چند نفر رو کشته، چند فقره قتل داره تو پروندهش. مرگ دست خداست، پسر من وسیله است آقا. مادر جون بفرمایید، من نمیتونم کاری انجام بدم. منم جای مادرت، تو هم جای پسرم، من مادرم. خب خواهش میکنم به من بگین چی میشه؟ چی پاره جونم چی میشه ها؟ چشم شما آروم باشین ها؟ اول از همه دادگاهش برگزار میشه. پخش تلویزیونی هم داره؟ فکر نکنم. عکسش تو روزنامه میندازن؟ احتمالا. آخ جون پسرم. بعد دیگه حکمش میاد، شاید چند سال بره زندان. زندانش کجاست؟ اگه میشه بگیم بالای شهر بندازن زندان اوین، کلاس داره. چشم دوست ندارم اینو بهتون بگم، ولی شاید خدایی نکرده چون جرمش خیلی سنگینه. نمیدونم طاقتشو داری من بهتون بگم یا نه. بله بعد اعدامش بگین یارانش رو قطع نکنن که ما جای خالیشو با یارانش پر کنیم، سبد کالا که بماند نمیدن اصلا. این کلا ناراحتینا نیستین نه؟ نه خیر. یک پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. بفرمایین بیرون مادر جان. آب بخورم؟ بفرم.